خب دوستان، بریم ببینیم چطور میتونیم دستگاه خودمون رو داونگرید کنیم و مشکلات اون رو برطرف کنیم و در صورت نیاز دستگاه خودمون رو به روز رسانی کنیم. خب دوستان ببینید، یک باور غلطی که وجود داره اینه که ما باید بریم و فایل داونگرید رو بر روی یک رم یا SD کارت کپی کنیم، به دستگاه خودمون بزنیم و داونگرید رو انجام بدیم و مشکلاتمون رو برطرف کنیم. اما دوستان باید این رو بهتون بگم که این روش داونگرید کردن تأثیری نداره. خب دوستان، همونطور که میبینید الان یه دونه کارت SD به کامپیوتر ما متصله که ما میتونیم با تیک زدن اون کارت SD رو انتخاب کنیم. بعد از اینکه کارت SD رو انتخاب کردید لازمه که بر روی دکمه ایمیج کلیک کنید. خاموش بود. کارت SD رو به دستگاه متصل میکنیم، دستگاه رو روشن میکنیم. حدوداً 1 دقیقه بعد از اینکه دستگاه روشن بود، بهترین روشی که شما میتونید IP دستگاهتون رو با استفاده از اون پیدا کنید با استفاده از مودمتونه. به چه صورت؟ به این صورت که شما هر مودمی رو که به دستگاهتون وصل کردید میتونید وارد تنظیماتش بشید و دستگاه‌های متصل رو ببینید. بعد از معرفی IP دستگاه فایل آپدیت رو به نرم افزار معرفی کنیم و دکمه آپدیت رو بزنیم. دوستان توجه کنید که برای آپدیت کردن دستگاه چند ثانیه باید صبر کنید. بعد از اینکه دکمه رو زدید